مهاجران ترکمن استعفای پرزیدنت را طلب دارند. جسدهای مهاجران از روسیه به تاجیکستان ارسال گردیدند. رژیم رحمان کوشش دارد بر احساسات دینی مردم بازی بکند. در شمال قبرس نمایش اعتراضی سیوم علیه حکمروایی در ترکمنستان برگزار گردید که در آن اعتراضگران استعفای پرزیدنت قربانگلی بردی محمدوف را طلب کردند. اعتراضگران روز 14 ایون با آویزه‌های ما نمی‌خواهیم که در ترکمنستان جنگی شهروندی شود و پرزیدنت استعفا دهد به کوچه‌ها برآمدند. در یک قطار آویزه‌ها طلب کرده شده است که سنزور اینترنت نصب کرده شود. نشریه خرونیک ترکمنستان می‌نویسد که تظاهرگران بیش از 50 نفر بودند که در بین آنها ساکنان محلی نیز اشتراک داشتند. اشتراکچیان تظاهرات طلب کردند که محدودیت‌های علاقه تلفنی و اینترنتی بیکار کرده شود. به مهاجران در خارج امکانیت داده شود که شناسنامه‌های خود را توسط سفارتخانه ترکمنستان عوض کنند و آنهایی که در قبرس کار و زندگی می‌کنند امکانیت آزادانه به ترکمنستان داخل شدن و از آن بیرون شدن به راه مانده شود. در ترکمنستان گرسنگی افزایش یافته سطح کمبزاعتی تا رفت زیاد شده ایستاده است. مقامات ترکمنستان فلاکت واقعی را رد کرده ظهور ناراضگی را با تمام قوه‌هایش پیشگیری می‌کند. ترکمنستان در عرفه فلاکت گومانیتری قرار دارد. ابراز داشت یکی از برآمدکنندگان. Çünkü sistema yallakçı, paraxor, adamlardan başkalarına yol koymayın. یادرس میکنیم که قبلا چنین اعتراضها در ترکیه و ایالات متحده نیز برگزار شده بودند. У нас у всех цель одна. Мы хотим избавить Туркменистан от диктатора. سفیر تاجیکستان در روسیه امام الدین ستاروف به خبرنگاران گفت که روز 16 ایون یک نقلیات ویژه با 50 جسد مهاجران مهنتی تاجیک که در منطقه‌های گوناگون روسیه فوتیدند از روسیه به تاجیکستان به راه برآمد. اینها شهروندان ما از شهر مسکو، ولایت مسکو، سنت پترزبورگ، ولایت ولادیمیر، اوفا، خباروفسک، ولایت رزان، نووسیبیرسک و دیگر منطقه‌ها میباشند. ما به هموطنانی که در این کار خیر با سفارتخانه همکاری کردند منتداری خود را بیان میکنیم که در نتیجه 50 جسد هموطنان ما به وطن فرستاده شد. قید نمود ستاروف. این چنین خبرنگاران در سفارتخانه معین کردند که تمام خراجات انتقال جسدها را یک تاجر تاجیک که تصمیم گرفته است نامش افشا نگردد پرداخت کرده است. باید قید کرد که انتقال یک جسد توسط هواپیما به حساب میانه 70,000 روبل روسی را تشکیل می‌دهد. چند سال قبل حکومت تاجیکستان به شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان فرموده بود که بارهای 200 را با طور رایگان انتقال دهند. اما عین زمان بخش تاجیکی سامانه‌های اجتماعی با درخواست‌ها عاید رسانیدن کمک مادی برای انتقال جسد مهاجر دیگر تاجیک پر شده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان ویدیوهای اجرای مراسم حج خرد عمره از جانب پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و همتای او در سال 2005 کرده را نشر کرد. در نوار لحظه های نشان داده می شود که امام علی رحمان در احرام لباس مخصوص مراسم حج در اطراف کعبه قدم می زند، در مکه نماز می خواند و با اجازت شاه سعودی به اتاق منع شده کعبه که برای دیگران در آمدن منع است می درآید. وما كان لخلقك سال 2016 خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان اینچنین عکس و نوارهای ویدیویی را نشر کرد که چگونه رحمان و هیئت همراه او مراسم حج خود را اجرا می‌کنند. پیشوای ملت امام علی رحمان و هیئت همراه او بعد از نماز برای آینده تاجیکستان، خانه امید همه تاجیکان جهان و وحدت و آرامی مردم تاجیک دعا کردند. گفته شده است در گزارش. حالان که خدا را با عقل میشناسند و با قلب میپرستند، نه با سر و لباس و ستر و حجاب و سلا و ریش. یکی از کارشناسان تاجیک که از محرران خواسته است نامش ذکر نگردد، اندیشه خود را در این باره ابراز نمود. با کسی پوشیده نیست که رژیم تاجیکستان تحت سروری امام علی رحمان مقابل همه گونه ظهورات اسلام راهی با شدت خاموش کنی را انتخاب کرده 10 ساله ها این جانب در این سمت مبارزه میبرد.
вале дар айни замон барои расидан ба ҳадафҳои худ пайваста аз матнҳои ислом истифода бурда бар эҳсосоти мусалмонҳо бозӣ мекунад. имрӯз дар шароити буҳрони иқтисодӣ ки аз пандемия ба вуҷуд омадааст, вазъият дар кишвар хеле мушкил мебошад. норозигии мардум рӯз аз рӯз ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷи кишвар афзуда истодааст. дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ шахсоне ҳастанд ки далерӣ пайдо карда норозигии худро баён мекунанд. аз ин рӯ режим дубора бар ҳиссиёти исломии мардуми Тоҷикистон бозӣ мекунад, то норозигии онҳо хомӯш гардад. афсӯс ки то ҳол касоне пайдо мешаванд ки ин усулҳои стратегии сиёсии режимро ҷиддӣ ба назар мегиранд, иброз намуд коршинос.